در مورد یه روش توضیح ده به نام روش موم. حال بریم روش موم ببینیم چی هست. روش موم در واقع از مدل ENV دانش تریزه. خب تریز رو بعدا در ادامه میخونیم، 40 اصل تریز رو با هم بررسی میکنیم و در اینجا میخوایم این روش موم رو بررسی کنیم. ببینیم کتاب چی نوشته. یکی از بهترین روش‌های تعریف و باز تعریف مسئله روش موم نام داره. روش موم میخواد چیکار کنه؟ میخواد تصویری خیلی ساده از اینکه وقتی میگو این مسئله منظورمان چیست بده. خب یعنی ما وقتی ما میخوایم بگیم مسئله، ما تو این روش متوجه میشیم که دقیقاً منظورمون چیه. منظور ما یعنی چی؟ یعنی خب قاعدتاً بعضی موقع ما یه مسئله داریم ولی خودمونم حتی منظور مسئله خودمون متوجه نشدیم، خودمونم هنوز نتونستیم اون مسئله رو بفهمیم. پس این خیلی مهمه. بریم بالاتر ببینیم چی نوشته بود اینجا. نوشته بود کشف مسئله، یعنی اینکه اولین قدم اینه که شما باید مسئله رو بتونین کشف کنین. خب پس گاهی وقتا خودمون منظورمون متوجه نمیشیم، گاهی وقتا حتی نمیتونیم منظورمون رو هم به دیگران بگیم. پس میریم ببینیم که این بر چه اساسی تشکیل شده. در هر صورت همینطوری که توی کتابم نوشته، ولی خب خیلی توضیحات تکمیلی نداده، ولی من سعی میکنم واسهتون کاملتر توضیح بدم. اسم روش رو گذاشته روش ENV. قبلش هم خدمتتون عرض کردم که ENV. خب ENV چیه؟ ENV خلاصه 3 تا کلمه است. کلمه اول ایش میشه element یا موضوع. پس این شد ای. N چیه؟ N از name میاد. name ویژگی، مشخصات، در واقع name of features. مشخصه ها. خب اسم مشخصه ها. خب حالا توضیح میدیم خدمتتون که کامل متوجه بشین. بریم ببینیم که وی چیه. یعنی چی وی میتونه چی باشه؟ نظرتون چیه؟ ارزش، مقدار. خب از value of feature یعنی بالایی. TURE می نویسن ولی خب فیچر خونده میشه. پس در این روش به طور موشکافانه وضع موجود بیان میشه و چیزی که میخوایم رو مینویسیم و مشخص میکنیم که کلا ما چی میخوایم. بعدش چند حالت کلی پیش میاد. اینه که ما برای حل این مشکل باید چیکار کنیم؟ آیا باید به سیستم کمک کنیم، یعنی یه چیزی رو کم کنیم، یه چیزی رو افزایش بدیم، یا نه ما کلاً به یه سیستم جدید نیاز داریم، یعنی باید تغییرات بدیم، یا همین سیستمی که هست رو نگه میداریم ولی تغییرات خیلی کوچیک داخلش میدیم. این تغییر یعنی که سیستم رو کامل تغییر بدیم. پس طبق همین شکلی که شما دارید میبینید ما اینجا داریم چی؟ وضع موجود. وضع موجود چیه؟ ما یه مشکلی توی خونه، توی کلاس، توی جامعه میبینیم. اول توضیح میدیم که چه چیزایی وجود داره، چه ویژگی های وجود داره و اصلا موضوع چیه، داریم در مورد چی صحبت میکنیم و بعد میخوایم به چی برسیم، هدفمون چیه و برای رسیدن به این اهدافمون باید چه کارهایی رو انجام بدیم که میشه بخش مهمش.